بینندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری تلویزیونی آسیای مرکزی. سرخط مهمترین خبرهای روز. سرباز روس که راننده تاجیک را زخمی کرد بیماری روحی اعلان شد. عالم تاجیک عذابی به حرکت برق حاصل کردن است. بررسی پرونده جنایی علیه رهبران بازداشت شده حزب ممنوع شده نهضت اسلامی تاجیکستان باز هم موقوف گذاشته شد. بزرگمیار وکیل دفاع بازداشت شده. در یک دهه تنها یک مسجد باقی میماند. یک منبع نزدیک به دادگاه حربی گارنیزونی 109 پایگاه روسیه به رادیو آزادی گفته است که بیمارستان روحی اکاترینبورگ دمیتری تالستوی را دیوانه برآورده است. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان از قتل شاعر جابر و در حدود پایگاه 201 روسیه نگرانی کرده از مسکو طلب نموده است که از تکرار چنین حادثه ها جلوگیری نمایند. دمیتری تالستوی سرباز پایگاه 201 روسیه در تاجیکستان که برای 30 ضرب کارد مجروح کردن راننده تاکسی طاهر سلطانوف ایبدار می شود. بنا به نتیجه تشخیص بیمارستانی روحی اکاترینبورگ دیوانه معرفی شده است. یک منبع نزدیک به دادگاه حربی گارنیزونی 109 پایگاه روسیه روز 16 فوریه به آزادی گفت به این دلیل هنوز تالستوی به تاجیکستان انتقال نیافته قرار است زمان تفتیشات قضیه‌اش نیز تا 2 ماه دیگر دراز شود. به قول منبع اگر دیوانه بودن دمیتری تالستوی را مقامات تفتیشات نیز تصدیق کنند بر اساس قانون‌های روسیه او از جوابگری آزاد خواهد شد. حالا تشخیص طبی معین کرده است. او در حال به راننده تاکسی حمله کرده که وضع روانیش خیلی بد بوده است. دمیتری تالستوی سرباز پایگاه 201 روسیه در قرغان تپه روز 21 آگوست سال گذشته به سر و گردن و پا و شکم طاهر سلطانوف بیش از 30 کار زده است. این تاکسیران تاجیک 10 روز در بیمارخانه به نام بوری واحدوی ولایت ختلان بستری بود. خود طاهر سلطانوف در یک صحبت ویدیویی با آزادی گفت که تنها از دست راستش 19 زخم کارد برداشته است. 2 ضربه کارد بر روی دلش رسیده و یک ضربه دیگر بر روی جگرش. گفت که آبشم نفسم گرفتی سعی که فرمان عرق چپاش کرد دیگه دست کتی آب بگی پشتی هستم کرده تای درخت کتی اولا تو کرد گفتم از بگاجش کردم بقلش کرد نیم لیتر داشتم برای هستم که گذاشت نگاه کنم سونکا گفتی سعیده خیلی اهمیت دادم آب گرفتم میگردم در پشتم چختر سر شخم کرد سرش بقل آب ریختم گفتم با بگیرم گفت که ها این سفر همین گشتم با همه خواهد آب میگیرم گفتم که پشتم پشتی کردم زد یا با مرز زد یا با شطه زد من ندیدم با چیزا تدریج ورچه خیلی دمام که همین گشتم نگاهم دورم خیلی دوزه پاما گیتی گفت دروی ماشین دوید درم آمد ای جورچه دویدم برام آدم ای پشتش در همی مشکم گفتم که همی در همی کورچه را گیری فایده سایزم اوژه او همون سونکا را کفسه کورچه را باورده مونده همجا باری سونکا را تایور همی دوید کورچه را گیری باسم آقای کرد که در را پشاندم که ایو پالا برام آمد هم خیلی کرده باسم آمد هم خیلی کسی نیو پیشم میگده من اکبرم که اومدم گفتم یکون سنگا یکون چه بگیرم از زمین همه نگاه میکنم گفتم که دوید زبلیانش ماشین دا دوید ماشین دا 6 در پیشش کویدم که خیلی زدیستایی همین زوادید کردم ماشینه که همین در عقبش کویدم در عقبیدم هم خیلی پوچکم در درونم هم خیلی کردم ماشینه دا همین گاز آجا که سراده که همین 10-15 متر کنم بولای خوک برام هم خیلی بارم ماشین چپاشید میپرمسم که اسپید نکردم که لش بیدم روی ماشین چپاشیدم که همین در جقه دکم که همین میون درون در دوی ماشین بود که در زیرم که ماشین برام در چپاشید روی هم خب میبرم میگم نمیتونم بعد اینجای پونده کورچه کتی زد ای درون اینجای پونده کورچه کتی زد ای درون میبرم میگم نمیتونم که بعد آیستی دوید اومد گفتم در کار است بگی سونکاتا پولمونو در کار است سونکاتا بگی چیزو تا بگی برا گفتم مطلع نمیشدم تمام نمیشدم که در کار است خیلی کو گوش نکردم دیگه زدن است که همین دست کتی فقط گردوندم از دستون چند کارت خوردگی است همین دست 19 تا گفت دکتر گفت چون که 19 دکتر گفت فقط دست 19 تا این رگاش هم بریده است وینا هم زای درون دختگی هم
مرکز ملی پتنت و اطلاعاتی تاجیکستان از نتیجه مثبت سنجش رسمی اختراعی استاد دانشگاه دولتی خوجند خبر داده است. مسعود چرماتов، دوسنت فاکولته فیزیکای و تکنیکای دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورов میگوید اخیراً از مرکز ملی پتنت و اطلاعات به اختراعش تحت عنوان گنراتوری خودبرانگیزنده جریان دائمی پاسخی مثبت دریافت کرد که بر پایه آن از آب به حرکت برق تولید می شود. مسعود چرماتov در صحبت به خبرگزاری آزادگان گفته است اگر برای ساختمان نیروگاه‌های آبی برقی آبانبار بنیاد شده توسط به حرکت در آوردن چرخه ها و حاصل برق طریق گنراتور عملی شود، در اختراع مذکور در آب به حرکت انرژی استحصال می شود، یعنی به طریق داخل نمایی ناقل به داخل آب انرژی به وجود می آید. این استاد دانشگاه متأکد است حتی از یک قطره آب هم انرژی برقی گرفتن ممکن است، ولی او ثمره‌ناکی آن را به بیشتر نمودن ناقل‌های وارداتی به آب می‌داند. خصوصیت مهمی نمودن برق حاصل کنی از ناب‌ها در آن بوده است که در دوم جریان استحصال برق تغییر یابنده بوده در اختراعشان دائمی است. این عالم تاجیک میگوید به اختراع او دانشمندان روس توجه ظاهر نموده خواستار شرح بیشتری آن شدند، ولی دوسنت تاجیک بدون بستن شرطنامه دو جانبه از این اختراع حرف گفتنی نیست. مسعود چرماتov زاده دهه خشتخانه ناحیه 8 بوده اخیراً به عضویت اکادمی مهندسی جمهوری تاجیکستان پذیرفته شده عنوان اکادمیک مهندسی را صاحب گردیده است. بینندگان گرامی، اکنون برایتان خبرهای کوتاه‌ترین و مهم جهان را پیشکش می‌نماییم. شرکت‌های هواپیمایی تاجیکستان به دلیل بحران مالی پروازهای خود را کاهش می‌دهد. با گزارش منبع بحران مالی ناشی از کاهش درآمد ارسالی کارگران مهاجر تاجیکستانی از روسیه موجب کم شدن مشتریان شرکت‌های هواپیمایی در تاجیکستان شده است. حتی برخی از شرکت‌های هواپیمایی روسیه که قبلا روزانه 2 پرواز به دوشنبه انجام می‌دادند، اکنون انتقال مسافران در این مسیر را به 1 پرواز کاهش دادند. در یکی از خوابگاه‌های جنوب شرقی مسکو میان مهاجران از منطقه‌های گوناگون روسیه و آسیای میانه مناقشه و زنازنی رخ داده است. این مناقشه میان یک گروه روسیگی‌های مشغول به استعمال مشروبات و کوچه‌روبان اقامت داشته در خوابگاه از ازبکستان و تاجیکستان سر زده، سپس به زنازنی با استفاده از کارد و بالغه و دیگر اسباب و لوازمات تبدیل یافته است. در نتیجه 2 تن از مردان جراحت برداشته، کارمندان میلیسای با دعوت ساکنان محلی حاضر شده 15 نفر اشتراکچیان مناقشه را به شعبه پلیس محلی بردند و عین زمان این حادثه مورد تحقیق قرار دارد. سود عالی تاجیکستان تصمیم گرفت که بررسی پرونده‌های جنایی نسبت 17 نفر اعضای شورای عالی سیاسی و فعالان حزب ممنوع شده نهضت اسلامی تاجیکستان تا سنه 24 فوریه موقوف گذاشته شود. در این باره نزدیکان ایبدار شوندگان خبر دادند و گفته آنها روز 15 فوریه ایبدار شوندگان از سود درخواست نمودند که نمایندگان وعا و حامیان حقوق و تالار مرافعه را داده شوند. حال به این درخواست سودیه‌ها هیچ پاسخی ندادند. یک منبع دیگر از دادگاه عالی که نخواست نامش افشا شود گفت که در دادگاه روز 15 فوریه شاهدانی که میبایست بر ضد فعالان حزب ممنوع شده نهضت اسلامی تاجیکستان شهادت میدانند خود را گم کرده دست و پا خوردند و درست گپ زدن نتوانستند و سوالهای سود پا در هوا جواب میدادند. بنابراین کار مرافعه بر روز دیگر مانده شد. بنا به معلومات رادیو آزادی این مرافعه در حال آغاز یافته است که روز 8 فوریه انجمن حقوق انسان در آسیای مرکزی مرکزش در فرانسه از اتحادیه اروپا، ایالات متحده آمریکا، سازمان امنیت و همکاری اروپا و سازمان‌های دیگری بین المللی دعوت کرده است تا از مقامات تاجیکستان انجام محاکمه و باز پرونده‌های اعضای بلندپایه حزب ممنوع شده نهضت اسلامی تاجیکستان را تقاضا کنند. در مسئله محاکمه و مرافعه 13 مسئولین ارشد حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و 3 نفر دیگر که روز 9 فوریه برگزار شد، چند چیز رو میتوان گفته که این است که این خبر به سبب اینکه نزدیکان آنها و همچنین رسانه ها اجازه ندارند که در روند محاکمه ها شرکت کنند،
این خبر دیرتر به رسانه‌ها رسید و حدوداً 2-3 روز تأخیر کرد و حکومت هم مقامات هم به خاطر همین هست که همین کار بستگان و رسانه ها را نمیگذارد که از روند محاکمه آنها جهان را خبردار بکنن، آگاه بکنن. و چیزی جالب در این مرافعه اخیر رخ داد این است که فضای عمومی در مقایسه به مرافعه و محاکمه اول فرق میکرد، کمتر آرامتر بود. در مرافعه اولی این بازداشت شده ها، این مسئولین ارشد حزب نهضت اسلامی تاجیکستان احساس میشد که یک نوع فضای رعب و ترس و فضای تدابیر امنیتی شدید احساس میشد و بدون بسیار بحث و بررسی ها اون رو به 24 همین ماه فوریه به تأخیر گذاشتند و من سبب چنین رفتار مقامات و سبب به تأخیر انداختن آن به 24 بدون بررسی های جدی در آن میبینم که مقامات تاجیکستان خواستند با این کار نشستی که در بروسل با حضور نماینده های اتحادیه اروپا و نماینده های تاجیکستان صورت میگرفت، مسئله حقوق بشر در آن مطرح میشد. خواستند که با این کارشان نشان بدهند که حقوق بشر در تاجیکستان زیر نقض نمی شود و آقای اصلف هم اشاره کرد که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میخواستند همراه حاجی حلیم و گروه اون میخواستند تبادلات دولتی کنند و ما هم بسیار خوب میگوییم که وقتی که شما تهمت یک طرف دیگر رو تهمت میزنید، میگوید که تروریست هستند، بیایید اثبات بکنید. یعنی اون گپی که شما گفتید، نه سازمان های بین المللی از جمله سازمان امنیت و همکاری اروپا، سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و سازمان های حقوق بشر مثل خانه آزادی، دیدبان حقوق بشر، عفو بین الملل و حتی امریکا و دیگر کشورها و بعضی کشورهای منطقه با اعمالشان چنین اتهامات را قبول ندارند و فکر میکنند که این یک اتهامات ساخته و بافته هست به خاطر سرکوب مخالفین. پس سوال ما با سراج الدین اصلف، با امام رحمان و با مقام تاجیک این است که اگر شما میگویید که اینها گناهکار هستند، پس بگذارید که این محاکمه ها آزاد و آشکار و با حضور نزدیکان و رسانه ها صورت بگیرد. بزرگمهر یارو وکیل دفاع بازداشت شده توسط یکی از نزدیکان بازداشت شده دیگر و مردم و پیام فرستاده است که هرگز دست به خودکشی نخواهد زد. در این باره سامانه تاجینفو با تکیه به منابعش در دوشنبه خبر داده است. بزرگمهر در این پیامش آگاه کرده است که در محبس زیر تعقیب و شکنجه قرار دارد که با امر خود پروکورور ژنرالی رحمان یوسف بنابر خصومت شخصیش با او راه اندازی شده است. تاجینفو خبر می‌دهد با وجود کوشش‌های پیاپی نتوانسته است با نزدیکان بزرگمهر یاروف در تماس شود تا معلوماتی از آنها در این مورد دریافت کند. بنابر اطلاع پایگاه خبری پیامنی در تاجیکستان، مسجد بندی با همهمه نوع شروع شده است. مسئولین حکومتی در جنوب کشور به دهه ها رفته تمام مسجدها را به استثنای یک مسجد در یک دهه بسته ایستادند. تنها در یک دهه که منبع پیامنی شاهدش بوده است، از 4 مسجد 3 تایان را بسته، 1 تاش را باقی گذاشتند. این حالت در چند ناحیه ولایت ختلان جریان داشته است. اینچنین با اطلاع یک منبع دیگر، والدین نورسانی که به مسجد می رفتند جریمه بندی شدند. یکی از مسئولین به همه منبع گفته است در هر دهه تنها 1 مسجد باقی خواهد ماند. بینندگان گرامی، این بود چند خبرهای مهم روز که برایتان پیشکش نمودیم. سعادتمند و پیروز باشید. خدا حافظ.